همین رادیو آزادی در رحمت میگیم که من برادرم رو دستگیری کردن برای همین کار. زبیدالله میگوید با مساعدت رادیو آزادی توانستند در برابر یک قرار حکومت که ناعادلانه میدانستند غالب آیند. چی کن شما هم چوکان شما بعد اومدن مش با اوز شینان هم خیلی اومدن که خیلی کار نمیگیریم و همجرا وجود میکنیم میتیم تون کن. حکومت کلاب ماه دکبر سال گذشته تصمیم گرفت آرامگاه محله فیض‌آباد بالا را که 50 سال مردم آنجا میت دفن میکردند برای بنیاد منزل جدا کند. ساکنان محله و اطرافیان قرار شهرداری را غیر اخلاقی عنوان کرده و خلاف دین دانستند و شکایت بردند. فهمیدیم که همجرا چسکا دادن. همین آدمایی که چسکا چون باید خیلی کنن باری مزور درست نیست همین چسکا. در محله فیض‌آباد بالا 400 خانواده زندگی میکند و این یگانه آرامگاه است. ما دیگه نداریم جای مزاری که بریم گور که ما هم برای محله همین قشلوق همین ساخت هم جا داریم دیگه تمام. حکومت کلاب بعد از شکایت ساکنان از طریق رادیو آزادی بنیاد منزل را در بخش از آرامگاه قطع و این گورستان را رسما ثبت کرد. هم تاشاری میدونن من اگر با مزار که شوتر خشتو میمونه که خیلی نشیدن همین قدرش هم رحمت میگیم که خیلی هم قدرش هم دادن مرکو. حالا اطراف آرامگاه را ساکنان از حساب خود بستند و خوشحالند که صدایشان را شنیدند.